برگزاری مسابقه تکواندو و ته در دایره بازی‌های ورزشی تاجیکستان 2021 بخشیده به تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی کشور از زمره چهاربینی‌های عمومی ورزشی است که شماره زیادی ورزشگران اشتراکچی را از منطقه‌های سغد و بدخشان، ختلان و دوشنبه و ناحیه‌های تابع مرکز روزهای 9 و 10 ایون به هم آورد. اشکالی که شما میدونید در قطار دیگر نمودهای ورزشی از طرف کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بازی‌های ورزشی برگزار کرده شده استودند. در قطار این نمودها تکواندوی جهانی نیز وارد شده مرحله‌های یکم و دوم و مرحله‌های نهایی برگزار کرده شده استودند. برگزاری چنین و چهاربینی‌های ورزشی برای آماده نمودن ورزشگران جمهوری تاجیکستان در سطح جمهوری و خارج از آن امکانات‌های زیاد فراهم می‌دهد. در این مسابقه زیاده از 192 ورزشگر از تمام جمهوری اشتراک میکنند و 8 وزن دختری میباشد و 8 وزن پسران. در این مسابقه نظر به دختران تعداد پسران زیاد میباشد و از تمام جمهوری در این مسابقه اومده اشتراک کرده ایستاده‌اند. فراگیری شماره زیادی نفران اشتراکچی از سرتاسر قلمروی مملکت بازگوی رشد به‌میلان این نوع ورزش المپی در کشور بوده. چطوری از رفتی برگزاری رقابت‌ها بین تکواندوچیان به نظر می رسید، نمایندگان ولایت‌ها نیز برآمدی چشم‌رس در مسابقه داشتند و مربیانشان با امیدی بزرگ به هنرنمایی شاگردانشان می‌نگریستند. بازی ورزشی امروزه خیلی زیاد ورزشگران با لیاقت زیاد با تیاری زیاد آمدند و دیدن ممکن است که ورزشگران خیلی تشنه چنین مسابقه ها هستند و برگزاری چنین مسابقه ها پیش از مسابقه های چمپیونات های آسیا بخشش چمپیونات آسیا که در دولت بیروت دولت لبنان شهر بیروت برگزار می‌گردد خیلی مساعده های خیلی زیاد پیدا میکنند و ورزشگران ما میتوانند که از چنین مسابقه ها تجربه گرفته در مسابقه های بین المللی نتیجه خوب را به دست بیارند. بسیار خرسندآور است که در ولایت سغد در 8 شهر و ناحیه‌های ولایت سغد با دستگیری فدراسیون منطقوی ولایت سغد با دستگیری ریاستی ولایت جوانان کار با جوانان و ورزش ولایت سغد در 8 شهر و ناحیه‌های ولایت سغد همین تکواندو کلوبی تکواندو شده و کاربری کرده شده ایستاده است. باید باز گویم که همه آن مربیانی که حالا کار کرده ایستادن آن مربیان جوانند باوری کامل داریم که این جوانی رو به پیش مانده خودشان و پیشروی همین نمودی ورزش نه فقط در ولایت بلکه در جمهوری یک سهم خودشان واگذار می نمایند. مسابقه های بازی ورزشی رفته ایستاده است. از ولایت مختلف کوهستان بدخشان در این مسابقه 18 ورزشگر سفربر کرده شدند و اشتراک کرده ایستاده هستند. در مسابقه الکی ورزشگران ما برآمد کرده ایستاده هستند و نتیجه های خوب نشان داده ایستاده هستند. بر همگان معلوم است که در وزن 54 کیلو امرخدا نظرف عذر بدم عریف غالب شده بازی روی خط به نیم نهایی گرفت. با در نظر داشت اظهار قناعتمندی مربیان منطقه‌های کشور از مسئله رشد این نمودی ورزش میتوان گفت که دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان چطور مربی این دسته دلیر پهلوانوف اظهار نموده بود در این مسابقه برآمدی نظررس انجام داده. امر خدا نظرف در رفتی برآمدی خویش واقعا هم نتیجه چشم‌رس نشان داد. و همین خاطر ما قید کردن لازم است که ورزشگران ولایت مختار کوهستان بدخشان یعنی این رشد نمود تایکواندو در بدخشان خیلی رشد کرده ایستاده است و الکی 3 ورزشگر ولایت مختار کوهستان بدخشان در دسته منتخب یکاچین اشتراک کرده ایستاده هستند. یعنی از آن جمله امر خدا نظرف، خداوردی پهلوانوف، لطف الله علیشان اشتراک میکنند. این ورزشگران در مسابقه های بین المللی اشتراک نموده و سزاوارای جایزه نمایان گشتند.
در مورد اشتراک ورزشکاران سوخته اگر حرف زنیم باید علاوه نمود که محض در رقابت فینالی وزن 73 کیلوگرم نماینده دسته ولایت سوخت مهرانگیز عبدالرحمن و بر مقابل ورزشکار دسته خطلانی دلارام عبدالله و وارد میدان شده نوابسته از آن که دچار باخت کردید و برای اشغال مقام اول گردیدن بر حریف خطلانی خویش ایستادگی کردن نتوانست علامت های رشدیابی این نوع ورزش را در شمال کشور ارزیابی میکند. بسیار ورزشکاران ما حالا در مسابقه‌های بین‌المللی که در شهر ازبکستان و جمهوری ما شده گذشت بچه‌ها اشتراک کرده بودند. حالا اکنون همین در مابین یک سال آن از سبب من گرفتاری کسلی کووید 19 بچه‌های ما سال که وای شده حاضر اکنون چی گویم یک سالی سوز شده ماندگی و باوری کامل داریم که در آینده بچه‌های ولایت سوخت با هم کاری با فدراسیون جمهوری تاجیکستان کمیته جوانان و ورزش نزدیک حکومت تاجیکستان همکاری کرده پیشروی تکواندوی و پیشروی ورزشکاران ولایت سوخت را در این ساحه دیده می‌توانیم. سرآغاز انعکاس رقابت‌های ورزشکاران از برای اشغال مقام‌های افتخاری در وزن‌های مختلف می‌سازد قید نمود که مسئله کاری داوران در برخی از مسابقه‌های تحت وصایت کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده و سوءتنش‌های لفظی و نافهمی‌ها را به میان می‌آورد. ولی در مسابقه مذکور با کاربری داوران درجه بین المللی و راه اندازی گردیدن حساب‌کنی الکترونی خالها طریق نصب شوی تجهیزات مخصوص در لوازمات ورزشی هیچ نافهم‌های خاصه به میان نآمد. در اینجا طوری که شما دیده ایستاده مربیان ما هم کاری مربیگی خودشون رو میکنند داوران باشد کاری داوری خودشون و داورانی که در اینجا داوری کرده ایستاده‌اند بر اونها اجازت مربیگی کرده دادن و در این مسابقه نشده است تنها داوری. کاربری و فعالیت خاصه داوران درجه بین المللی از نمود تکواندوی وته که بارها کشوری ما را به صفت داور بیرون از مرز معرفی نمودند در این مسابقه نیز بر علا به چشم رسیده بر زمین با صفت و با نظام گذراندن این مسابقه ها همچنین در رشد این ورزش در سطح ولایتی و جمهوری مساعدت می‌کنند. برای پیشبرد این نمود پیش از همه شرایط‌های ضروری را آماده نمودن لازم است و من پیش از همه در نظر دارم آماده نمودن تالارهای ورزشی برای برگزار نمودن مشق‌های روزه ورزشگران و باز آماده نمودن مربیان جوان داوران بلند برداشتن سطح کسبی مربیان و داوران و برگزار نمودن مسابقه در خود سطح شهر و ناحیه‌های ولایت و غیر از این من فکر میکنم که اگر ورزشکاران امکانیت پیدا نمایند که بیشتر در مسابقه‌های بیرون از جمهوری در مسابقه‌های فشار اشتراک کنند این به واسطه با رشد این نمود ورزش در سطح ولایت و عموما جمهوری یعنی مساعدت می‌نماید. وفا نظر علی نظرов در ردیف دولتشاه میرزایف چون داوری درجه بین المللی از این نمود ورزش که سر از سال 2014 در چندین مسابقه های بین المللی چون داوری چنین سطحی بلند کشوری ما را معرفی میکند و در مسابقه قهرمانی آسیا که سر از 13 ایون در کشور لبنان چون داور برآمد میکند در مورد رسیدن به این مقام چون این ابراز نظر کرد. برای رسیدن به مقام داور بین المللی البته پیش از همه قاعده های نمود تایکواندو رو خوب دانستن لازم است و بر ضمن این هر یک داوری که میخواد که عنوان درجه بین المللی گیرد باید زبان انگلیسی را خوب داند و در سمینارهای بین المللی اشتراک نمودن لازم است و البته در چنین سمینارهای سطح بین المللی تست‌های عملی و تست‌های خطی سپردن لازم است که دانستن زبان انگلیسی حتمی می باشد.
با ادامه سخنسری مسابقه تکواندو وته بتوان گفت که اشتراک بانوان نیز اینجا نهایت فعالانه و جالب به نظر رسیده. در وزن 42 کیلوگرم یکی از شناخته ترین ورزشکاران میهن مونیسا اویماتووا که در مسابقه های بین المللی نه یک بار و دو بار برای شرف برآمده است با موفقانه اشتراک نموده بود. دستاوردهای بهترینش که در جمهوری کره جنوبی برگزار گردید در کومونگیون کوپ که وطن تکواندو می باشد سزاوار جای اول گشت و در فوجایرا اوپن سال 2020 فوجایرا اوپن G2 بود. در آنجا نیز سزاوار جای اول گشت در ریتینگ جهان. محض با همین دستاوردهایی که خیلی مسابقه ها بود سزاوار جایهای اول شد، به همین خاطر ورزشگر سال انتخاب کرده شد. مهارت والای مونیسا اویماتووا و رقابت ناپذیر بودن حریفان در این مسابقات وقت رقابت با او چه در رقابت نیمه نهایی و چه در رقابت نهایی بر علا به چشم رسیده. بهر اشغال نمودن مقام اول بازی‌های ورزشی تاجیکستان 2021 در وزن 49 کیلو مونیسا بر مقابل دلنازه حکمت‌الله وارد میدان شده با پیشتازی خاصه و بدون احساس مشکلی دیگر بار نشان داد که در تکواندوی بانوان از بهترین ها به حساب می رود. امروز در این مسابقه بازی‌های ورزشی تاجیکستان اشتراک کردم و در وزن 49 کیلوگرم من سزاوار جای اول گشتم. من امروز دو محاربه را مغلوب کردم. خیلی محاربه های نقص داشتم. به نزدیکی ما به چمپیونات آسیا سفربر میگردیم. من میخواهم که در آنجا سزاوار جای نمایان را اشغال نمایم. دو مقام سوم وزن 49 کیلوگرم را باشد در میان بانوان نوشافرین رازیقووا و رقیه علی حمدووا از دسته شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری به خود اختصاص دادند. در وزن 53 کیلوگرم باشد میان بانوان میرشکرزاده شیرین از شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری و شهادت اسماعیلووا را شکست داده سزاوار عنوان قهرمانی شد، در حالی که سومن قاسمووا و کبریا جورایووا مقام سوم را در این وزن صاحب گردیدند. همچنین در وزن 58 کیلوگرم براتوف شاهرخ از دسته دوشنبه 1 با شکست دادن ورزشگری دسته دوشنبه 2 محمد رجبی باباجان غالب وزن گردیده. دو زینه سوم وزن 58 کیلوگرم نصیب خداوردی پهلوانوف از ولایت مختار کوهستانی بدخشان و رمضان تاجیزاده از دسته خطلان 2 گردید. در وزن 63 کیلو میان مردان باشد محمد سنتوف بر محمد زیا کریموف در رقابت فینالی پیروز شده مقام قهرمانی بازی‌های ورزشی را به نامش اختصاص داد. در زینه‌های سوم این وزن باشد بینام رحیموف و یمین خدابخشوف قرار گرفتند. یکی از جالب‌ترین رقابت نهایی باشد در این مسابقات میان مردان صورت گرفت که اینجا ورزشگری دسته باختر دلیر علیماتوف و نماینده دسته دوشنبه منوچهر نعمتوف پس از آخرین دستور توصیه‌های مربیانشان وارد میدان رقابت شدند. هرچند که در رقابت مذکور برای اشغال مقام قهرمانی نخستین خالها را ورزشگری باختر به دست آورد، ولی در مسیر کلی دور اول خود محاربه با نیروی برابر ادامه می‌یافت. با وجود رقابت جالبی طرفین و مبارزه شدید بهر عنوان قهرمانی حسابی برابر فرصت‌های زیاد نگاه داشته شده، حتی دخالت کردن طبیبان هم یک زمان لازم شد. خود دور نخست محاربه باشد با پیشتازی ورزشگری دسته باختر در حساب خاتمه یافت. دور دوم محاربه بر اشغال مقام قهرمانی با وجود حرارت گرم میدانی و طرفداری‌های پیوسته مخلصان و مربیان هر دوی جانب‌ها با حسابی برابر ادامه یافته وقتی حسابی 14-14 خاتمه یافت و نفر غالب عموما معین نبود. با چنین رنگ گرفتن رفت رقابت بهر معین کردن نفر غالب دقیقه علاوگی برای گرفتن خال طلایی داده شد که اینجا دلیر علیماتوف با استفاده از چالاکی خاصه با یک ضربه خال طلایی به دست آورده با صاحب شوی به عنوان قهرمانی این وزن عالم احساسات‌های جالب را در تالار به میان آورد.
дар ин мусобиқа ман дар вазни 54 килограмм мубориза бурдам ва се ҳарифи худам қотиб баромад кардам. Дар финал ҳарифим буд ки аз дастаи Душанбе буд ки ӯ варзишгари беҳад варзишгари дастаи якум Тоҷикистон буд ки кӯшиш кардам ки ба ҳамин финал бироям ва ҷои якум сазовор шавам. дар рӯзи дуюми мусобиқаи теквондо ВТ ҳамчунин рақобатҳои ҷолиби дидании вазнҳои дигар шуда гузаштанд ки дар мавриди онҳо бароятон расонаӣ мекунем. инҷо яке аз нахустин рақобатҳои ниҳоӣ миёни бонуон дар вазни 73 кило сурат гирифт ки Рӯзигул Саидова аз дастаи бохтар бо Мунира Абдурахмонова аз тими шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ба майдон омад. дар ин рақобат Рӯзигул Саидова бартарии хоса нисбати ҳариф нишон дода, новобаста аз мушкилиҳои пешомада дар рафти рақобат сазовори пирӯзӣ гардид. мақомдори зинаи сеюми ин вазн бошад Рухшона Ҳасанова аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва Наврӯзмоҳ Кайковусова аз дастаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон гардиданд. ман дар мусобиқаи дар шаҳри Душанбе оид ба теквондо ВТФ сазовори ҷои аввал гаштам. рақобати ниҳоии мардонаи вазни 87 килограмм бошад миёни варзишгари дастаи бохтар 1 Достон Умаров ва Наимҷон Сафолов аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҷараён гирифт ки дар рақобати мазкур Достон Умаров бо пештозии хоса сазовори пирӯзӣ гардида ғолиби вазни 87 килограмм дониста шуд. ду зинаи сеюм ин вазнро бошад варзишгарони шаҳри Душанбе Шерзод Қиматов ва Алишер Ғарибзода ишғол намуданд. ман бар ин мусобиқа бо се рақиби худ рақобат кардам. ҳар се онҳо яктоашон аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон буд, яктоаш аз Душанбе, яктоаш аз вилояти аз ноҳияи тобеи марказ буд ва ман ба ҳар се онҳо дастболо гаштам. хеле аз ин мусобиқа хурсанд ҳастам. баргузории муҳорибаҳои даставӣ албатта ки аз ҷолибтарин саҳнаҳои рақобати мусобиқаи теквондо ВТ буданд ки вобаста ба рафти ҷараёнгирию суръати муҳориба таваҷҷӯҳи аҳли толоро сӯи худ кашида бори дигар аз ҷазобияти варзишҳои размӣ нишон доданд. дар муҳорибаи даставии бонуон тими шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ аз коллективҳои беҳтарин дониста шуда дар роҳ ба рақобати ниҳоӣ нахуст бидуни эҳсоси ягон мушкилӣ дастаи якачини вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшонро шикаст дода, сипас дар рақобати ниҳоӣ бар муқобили дастаи шаҳри Кӯлоб истод шуд. дар рақобати мазкур ҳарчанд ки мо муборизаҳои ҷолиби баробарро мушоҳида менамудем, аммо бо боло рафтани вақти рақобат дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ахиран пештозӣ ба даст оварда бо истиқбол аз пирӯзии хеш зинаи аввали рақобати даставии бонуонро ба номаш рақам зад. طولی 10 سال می شود که در رشته تکواندو و ВТФ مشق تمرین میکنم. من در این مسابقه بخشیده به 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان اشتراک کرده و در مسابقه دستاوی سزاوار جای اول گشتم. ҳарчанд ки дар оқибати даставии мардона дастаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон тими Хатлонро шикаст дода буд, аммо дар идома дастаи якачини шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва Душанбе 1 дар рақобатҳои даставӣ низ аз пештозии хосаи хеш нишон дода маҳз ҳамин ду даста баҳри ишғоли мақоми аввали мусобиқа ба майдон омаданд. ҳарчанд ки аз фурсатҳои нахусти рақобати ниҳоии даставии мардона тими шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ талош ба пештозиҳо менамуд, валекин маҳорати баланди варзишгарони дастаи Душанбе 1 бо дастурҳои мураббиёнашон ҳамоно шумораи холҳояшонро боло мебурду ахиран пас аз анҷоми даври дуввум пирӯзии комилро дар рақобати даставӣ барояш таъмин сохт. дар намуди даставӣ иштирок кардем ва сазовори ҷои аввал гаштем ва дар финал варзишгарони шаҳр ноҳияи тобеи марказро мағлуб намудем.
در فرجام مسابقه باشد چون انعنا ورزشگران بهترین مسابقه تکواندو وته و شاه صوفی ظفر برآمده از دست مسئولان مدال و افتخارنامه‌های خویش را دسترس نمودند. همین طریق در وزن 74 کیلو یکی از بهترین تکواندوچیان کشور و اشتراکچی پیوسته سبقت‌های بین‌المللی خورم مهترشایف با شکست دادن مهراج خولماتوف سزاوار عنوان قهرمانی مسابقات شده. دو زینه سوم نصیب اسلمبک فوزیلوف و لطف‌الله علیشان گردید. در وزن 80 کیلو باشد ورزشگری دیگر شناخته نو ورزش محمد حسن شاه محمدوف از تیم دوشنبه یک سزاوار مقام اول شد، در حالی که حکیم حکیموف از دسته دوشنبه 2 در موقع دوم این وزن قرار گرفت. دو زینه سوم وزن 80 کیلو را باشد ورزشگران شهر کولاب بینام رحیموف و مهراب تبروف اشغال نمودند.